من با یک بیت این پا شدم از جام، رفتم تو اتاق، گشتم، بیقراری کردم، در بالکن رو باز کردم، هوای نسبتا سرد پاییز به سر و صورتم خورد، شعله ور شدم در واقع. این بیت: عاشق به فنا سیر ز معشوق نگردد، ماهی طلب آب کند گرچه غذا شد. این ماهی صید میشه، میپزیمش، تو مایتابه سرخش میکنیم، میخوریمش، هنوز آبو دوست داره. چرا؟ چون وقتی ماهی میخوریم تشنمون میشه. میگن آب میکشه. آب میکشه. در واقع این تشنگی مال ما نیست، تشنگی مال اوست. رابطه ماهی با آب رابطه عشقه، وجودش وابسته به آبه، بدون آب نمیتونه باشه. حتی بعد از مرگ آب میطلبه. عشق حتی با مرگ عاشق تمام نمیشه.